بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر شما دوستان و علاقمندان کانال یوتیوب STH تکنولوژی. امید که همه تان خوب و تندرست باشید. سید تمیم هاشمی هستم با یکی دیگر از ویدیوهای آموزشی با شما هستم. دوستان عزیز، امروز میخوام به شما آموزش بدهم که چطور میتوانیم نام خود را بر روی تسکبار وارد کنیم. البته هر آن چیزی که شما مثلا می نویسید، پس چطور می توانیم که نام خود را یا هر آن چیزی که شما دوست دارید روی تسکبار در اینجا بنویسیم و اضافه کنیم. پس با ما همراه باشید. خب دوستان عزیز، میاییم آموزش خود را آغاز میکنیم. در نخست دوستان عزیز بسیار برای شما بگویم، بسیار راه آسان و ساده، بسیار سختی هم نیست. خب میایم روی بخش تسکبار استارت شده کلیک راست کرده و روی گزینه تولبار کلیک میکنیم. در اینجا شما دوستان عزیز اگر ببینین آدرس یا لینک یا دسکتاپ نوشته شده است. اگر روی یک از اینها یا هر سه گزینه اوکی کنین، هر سه گزینه روی تسکبار ظاهر میشه و نمایان میشه. به عنوان مثال روی آدرس ما کلیک میکنم دوستان عزیز، بخش آدرس روی تسکبار وارد میشه، یا روی لینک هم کلیک میکنم دوستان عزیز، بخش لینک هم روی تسکبار وارد میشه. پس دوباره این رو ما شما لغو میسازیم و تک مارک از رویشان دور میسازیم تا نمایان نشه. خب میایم بخش آموزش خود فعلا دوستان عزیز، روی تسکبار دوباره استارت شده کلیک راست کرده روی گزینه تولبار کلیک میکنیم و نیو تولبار را انتخاب میکنیم دوستان عزیز. در این بخش شما فولدری را باید شما انتخاب کنین یا پوشش را باید شما انتخاب کنین که میخواین روی تسکبار ظاهر شود. خب در اینجا هر جایی که شما دوست دارین میتونین یک پوشه بسازین به نام خودتان دوست دارین، در بخش دانلود، در میوزیک، در دسکتاپ، در هر جایی که شما دوست دارین دوست دارین. به عنوان نمونه ما شما میایم در بخش داکیومنت یک پوشه میسازیم. خب داکیومنت انتخاب میکنیم، راستا کلیک انتخاب میکنیم دوست عزیز و بخش نیو انتخاب میکنیم و در بخش نیو بخش فولدر یا پوشه انتخاب میکنیم دوست عزیز. در اینجا هر نامی که شما دوست دارید وارد کنیم. خب دوست عزیز، در اینجا من یک نام را می نویسم به عنوان مثال STH تکنولوژی. خب دوست عزیز، یک پوشه را ما شما انتخاب کردیم و به نام STH تکنولوژی انتخاب کردیم و میخوایم ثبتش کنیم. خب دوست عزیز، انتخاب شد و ثبت شد و پوشه ما ساخته شد. میایم پوشه خود را انتخاب میکنیم و روی سلکت فولدر انتخاب میکنیم و کلیک میکنیم دوست عزیز. وقتی کلیک کردیم اسم ما همان پوشه‌ای که برای همان نام هر آن چیزی که شما نوشته بودید در تسکبار ظاهر بشه. و اکنون ما شما میتوانیم که نام خود در اینجا ببینیم و ظاهر و نمایان شده است. خب دوست عزیز، میخواهیم که همین نام خود در بخش مرکزی تسکبار بیاریم. خب اگر شما ببینید کلیک کنیم و درگش کنیم کار نمیده دوست عزیز. پس راستا کلیک میکنیم و بخش لاگ تسکبار را غیر فعال میسازیم دوست عزیز. خب اکنون ما شما میتوانیم که روی نام خود کلیک کنیم و درگش کنیم در بخش مرکز و دوباره میایم دوست عزیز بخش لاگ تسکبار را انتخاب میکنیم و به این سادگی ما میتوانیم که نام خود را، یعنی هر آن چیزی که شما دوست دارید دوستا، بر روی تسکبار ظاهر و نمایان بسازید. امیدوارم دوست عزیز از آموزش امروزی ما خوشتان آمده باشه. نظریات و پیشنهاداتتان را مد نظر میگیریم. کامنت خود بنویسید. هر نظر یا کامنت داشتید مورد پسند ماست دوست عزیز و با کامنت های شما پاسخ داده خواهد شد. تشکر دوست عزیز از مهربانیتان و خدا نگهدارتان.